سلام، کیان قاآنی هستم و خوش اومدیم به کیان موفی. توی این ویدیو قراره که یکی از مهمترین فیلم های سینمای مدرن رو با هم بررسی بکنیم. فیلم که ثابت کرد لازم نیستش که برای فیلم های بلاکباستری یک داستان فقط و فقط سرگرم کننده بسازیم و بنویسیم. ثابت کرد میشه یک فیلم بلاکباستری ساخت و داستان نگاه جامعه شناسی و فلسفی داشته باشه. فیلم شوالیه تاریکی همون دارک نایت محصول سال 2008 آمریکا به کارگردانی کریستوفر نولان. فیلم رو از چند زاویه و از چند نگاه و تکنیک های مختلف بررسی میکنه. اول از همه به شخصیت پردازی و بعد کارگردانی و تکنیک های کارگردانی و بعد فیلم برداری و موسیقی بررسی میکنه. از نظر شخصیت پردازی و بازیگری، فیلم The Dark Knight که از فیلم های قدرتمند به حساب میاد. فیلم که 3 شخصیت قلدر و محکم و مستحکم داره: جوکر، هاروی دنت و بتمن. جوکر در این فیلم یک آشوبگر واقعیه، کسیه که جامعه رو به طور واضح میخواد به همه مردم جامعه و افراد جامعه ثابت بکنه که همیشه خوبی و بدی پیروز نیست و میخواد به بتمن جامعه، به بتمن اول قهرمان جامعه ثابت بکنه که این مرز باریک سفیدی و سیاهی به یک تلنگر نیاز داره که مردم از سفیدی به سمت سیاهی برن. کاری که به هاروی دنت میکنه. دوست دخترش، نامزدش رو به اصطلاح میکشه و اون رو از یک شخصیت خوب به یک شخصیت بد تبدیل میکنه. همه چیزش رو میگیره و از سفیدی به سیاهی سوقش میده. جوکر در این فیلم واقعا یک نیمچه فیلسوفه. جملاتی رو بیان میکنه که باعث میشه مخاطب به فکر فرو بره. دیالوگ های قدرتمند و لایه‌دار رو بیان میکنه. هیث لجر به عنوان مثال میگه که من به ثابت میکنم این انسان های به اصطلاح روشن فکر میتونن با تلنگر برای پیدا کردن غذا هم همون بکشه. بیان میکنه که چیزی که تو نکشه عجیب ترت میکنه. میگه که یا به عنوان یک قهرمان میمیری یا به عنوان یک ضد قهرمان زندگی میکنی. کاری که با هاروی دنت میکنه. دنت رو به عنوان یک قهرمان نمیکشه، دنت رو یک ضد قهرمان میکنه. نیمی از طلعتش رو میسوزونه، همه چیزش رو ازش میگیره و ضد قهرمانش میکنه. بازیگر این فیلم یعنی هیث لجر برای این نقش و اینکه نشون بده جوکر دچار چه بیماری های روانی هستش و چه نگاه ضد جامعه‌ای رو داره، چندین هفته خودش رو در هتل حبس میکنه و روی لحن صحبت کردن و صدای جوکر تمرین میکنه. در یادداشت‌های روانی اون نوشته که بسیار نشون میده بازیگر غرق فیلم شده و غرق کاراکترش شده. هرچند که خب نتونست اسکارشو دریافت بکنه به دلیل اینکه به خاطر اووردوز مرد. و بتمن فیلم، از ضد قهرمان به قهرمان فیلم رجوع کنیم. قهرمان فیلم بازی کریستیان بیل همانند ضد قهرمانش محکمه. هم از نظر فیزیکی کریستیان بیل گزینه بسیار خوب بوده، هم از نظر بازی. از نظر فیزیکی خب میدونیم دیگه، ماسک بتمن نصف سرعتش رو میپوشونه.
و نیاز به فردی هستش که اون استخون بندی صورتش، اون زاویه فکش و لب و دهنش قدرتمند باشه و بتونه همچنان با اینکه نصف صورتش نیست بازیگریش رو به رخ بکشه. و خب کریستیان بیل بهترین گزینه بوده، چیزی که هم در بتمن 1، بتمن بیگینز، The Dark Knight و Dark Knight Rises ثابت میکنه. بتمن فیلم برخلاف جوکر و هاروی دنتش میگه من پدر مادرم رو از دست دادم، همه چیزم رو از دست دادم، اما میستم و در برابر بی‌عدالتی مبارزه میکنم و تبدیل به سمبل میشم. چیزی که در The Dark Knight Rises دیدیم که بتمن تبدیل به یک سمبل شد، چیزی که خب واسه جوکر اتفاق نیفتاد. جوکر جزو اون افرادی از جامعه بود که نتونست در برابر بدیها مقاومت کنه و عضوی از اونها شد. در سکانس اول اگه یادمون باشه جوکر ماسک داشت و جزو اون باند خلافکاری بود که به بانک دستبرد زدن. وقتی ماسکشو برمی‌داره میفهمیم این جوکرمونه. این کنایه‌ای از اینه که میتونه هر کسی در جامعه جوکر باشه و فقط کافیه ماسکشو برداره، در حالی که بتمن با یک ماسک ثابت میکنه که میشه جلوی بدیها وایستاد. شخصیت هاروی دنت، شخصیتی که کنایه از افراد جامعه است، سفیدی، سیاهی و افراد جامعه. هاروی دنت شوالیه سفیدی اون گاتهام شناخته میشه و با یک تلنگر به سیاهی تبدیل میشه. اتفاق بسیار هولناک براش میفته و آن رو از سفیدی به سیاهی سوق میده. شخصیت پردازی داستان علاوه بر این که این سه تا شخصیت بسیار شخصیت پردازی خوب شدن، باقی شخصیت هم همینطوریه و بعد به این نکته اشاره کرد. کستینگ فیلم و جمع بازیگران طوریه که شما نمیتونی کسی رو، بازیگر دیگه رو جای بازیگر این شخصیت قرار، هم آلفردش، هم جیم گوردونش و باقی شخصیت‌هاش، سالواتور مارونی، همه شخصیت‌هاش طوری هن که تو برات اینها جا میافتن و قبولشون میکنی. این چیزیه که The Dark Knight درش فوق‌العاده عمل میکنه و بسیار خوبه. تکنیک‌های کارگردانی، نولان خب در این فیلم از دوربین‌های آیمکس استفاده کرده و به نظر من برخلاف کارگردان‌هایی که برای پوز و برای اینکه دیده بشن این کار رو میکنن، نولان سواد و نحوه استفاده کردن درست از آیمکس رو هم بلده. نولان میدونه دوربینش باید چطور شخصیت‌ها رو بگیره، چطور روایتگری باید بکنه، چطور باید چشمای مخاطب بشه در فیلم. نولان این رو بلده و از آیمکس استفاده میکنه. هرچند که خب وقتی از تکنیک های کارگردانی داریم یاد میکنیم نمیتونیم راجع به این حرف نزنیم که جاناتان نولان، برادر کریستوفر نولان، چقدر در نویسندگی این فیلم نقش مهمی داشته. سناریویی که بسیار قدرتمنده و همونطور گفتم دیالوگ ها لایه های زیرینی دارن و بیننده رو به فکر فرو میبرن. موسیقی و فیلم برداری، البته که قبل اینکه به موسیقی و فیلم برداری برسیم شاید بهتر بشه تنها نکته منفی که فیلم داره برام بیان میکنم. فیلم طولانیه، ریتمش کنده، با اینکه نولان یک از کارگردان‌های خیلی خوبه اما در عمل یک کم ضعیف بوده در این فیلم. فیلم نامش بر واقعیت فیلم غلبه میکنه و میچربه. چون اگه فیلم نامه رو بخونی به عنوان یک کتاب مستقل و خیلی جذابه، ولی به عنوان یک فیلم صحنه ها یک کم طولانی هست
کسل کننده اند برخیشون. و یکی از نکات شخصیت پردازی هم که حالا گفتیم خوبه، ولی الان یادم اومد که بهتره بهش اشاره بکنیم و از جز ضعفاش بود، شاید همین دوتا ضعف رو بشه گرفت، یکی طولانی بودن و یکی از ضعفای شخصیت پردازی این بودش که شخصیت ریچل، کسی خب مثلث عشقی بروس فین، هاروی دنت و ریچل ایجاد میشد، در نیامد. اون عوض شدن بازیگر از بتمن بیگینز به دارک نایت، بازیگرها عوض شدن و از یه طرف دیگه تو این دوتا فیلم قبلی اونقدر بهش پرداخته نشد که حالا ما در بعد از گذشت نصف از فیلم وقتی میبینیم که مرده و اما اتفاق هولناکی باشه و اون چک اول رو انگار اون چک رو به اصطلاح فیلم نمیزنه چون شخصیت پردازیش خیلی خوب نبوده. موسیقی و فیلم برداری، همونطور گفتم فیلم برداری طوریه که دوربین روایتگره، دوربین به شخصیت ها فرصت میده، از چشاشون استفاده میکنه، سری نمیره سمت صحنه مهم و شاید اکشن فیلم، بلکه برمیگرده به شخصیت های فرعی، به افراد جامعه نگاه میکنه. دوربین میره رو پلیسا، روی خلافکارها، روی مردم عادی. دوربین اول اینها رو میگیره، دیدگاهاشون، نگاهاشون، واکنشهاشون، و بعد میاد روی صحنه اصلی. و موسیقی فیلم، موسیقی جاودانه هانس زیمر، موسیقی که قدرتمند، همگام با فیلمنامه هستش و بسیار بسیار خوبه و موازی هم این دوتا با هم فیلمنامه و هم موسیقی. نتیجه گیری بنده از این فیلم اینه که قطعا شوالیه تاریکی یکی نه بهترین فیلم ابرقهرمانی تاریخ سینماست و یکی از بهترین فیلم های سینمای مدرنه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا دیدار دوباره، بدرود.